آره داره میخنده دیگه. چون نمیتونه که خیلی باشه. یکی دیگه فوت کن. سلام، خیلی مخلصم. امیدوارم که همیشه لبتون بخنده، دلتون پر از امید و آرامش باشه. الهی آمین. امروز قراره یه ویدیو سعی کن نخندی با موفرفری مهران شاپری بزنیم. مهران تشریف میاری؟ سلام. من بکش. آقا سلام. زد همه چیز انرژی زیاده. آره. خیلی خوش اومدید و خوشحالم که اینجا یه قرار ویدیو بذاریم سعی کن نخندی. کسی که خندید و با بیشترین خنده رو قرار فوبیای من انجام، یا من یا تو. چیه فوبیای من؟ بادکنک دیدی فوت می‌کنی میترسی بهتری که من الان توام بخوایم کارو کنی میترسم میرم اون عقب. 3 بار بعد بادکنک رو تو صورت سه تا. آقا این ویدیو رو تا آخر نگاه کنیم و از ویدیوهایی که می‌خوایم بذاریم شما ببینید میخندید یا نمیخندید. خیلی مخلصم. خیلی باحال. خیلی باحال. ما رو دنبال کنید. بریم. 3 2 من میگم افکته، 100% هم افکته. شد نشد میشونم عرق میخورم. فکر کردی خرابی تو میکشم. بودی های نبودی بای با لات شدم. واقعا محتوای این روزهای اینستاگرامه. ابرو پیوندی شبیه اکس منه. اکس تیم بود؟ شبیه نمیم شبیه شیم. فالوورای عزیز مدل جدید براتون تهیه کردیم. فالوورای عزیز برعکس نکنه انگار کوسه هم بکرده بهمون. تیپ خوب. تو چرا هر وقت منو میبینی رو تو کج میکنی؟ خاطراتم رو یادت رفته؟ خاطرات آدم مثل تیر کن میمونه. وقتی رو رگ میکشی نمیبره، ولی تا میتونه زخمت میکنه. با این حرفایی که زدی یعنی هیچ حسی بهم نداری؟ چی من بگم؟ یه حس بی حسی نسبت به هر حسی. من جان کدام داره؟ آخرین فن استاد رو زد. همه بدنم داره تشخیص مالیه. وقتی دیگه مسخیص مالیه بدن زندگی میخواد با یه جاده تشخیص مالیه. از همه زندان شدن تغییر چیزی که تو دل رویاست میبینی اون یه پیچه از رویا امروز جشن بیماریه. همه رو دعوت میکنی جشن زندگی همه زندگی همه رو دعوت میکنی با همه رو میدن سیب تو دستش جشن آغاز زندگی سیب میانیم یه پیچه از رویاست میبینی برام بالاترین ممکن بالا ماست مدلتون بده بچه خوشگل بگو ماست همه خانون رفتن قدمی سجد شب نگاه میکنه خوشگل رایتی پاک بسیزی من قدمی یا پرکوزه یا چنجاده تو پاک میدونی نام حرام خورده چه جوانه آن چیست آدم داشتی چه جوانه ساخت چیزی دوست داشتی با کلی شهر بخواهی منم بیدار ذکر میزنه مشهوری که فراموش کنم سر مسئله هرمی کنم نمیگی یکی و اون یکی ها فرق کنه نمیگی اون یکی ها رو چه کنه
چه حسی هم گرفت. اینا رو واقعا تولید میکنن میذارن؟ یا مورد ما میفرستن از خودت فقط؟ شبیه بله میخندی دیگه. من نیشم بازه ولی نخندیدم. نه خندیدی دیگه. نیشم اینجوری بازه. نخندیدی؟ انصافا نخندیدم. الان داره میخنده دیگه. خنده احساسه واقعا خنده دار بود آخه. آقا یکیچ خندید قبول کرد. پاشه بلند شده. اونی که چشم دیدن ما رو نداره آبویج بکنه. ادما زندون در بلند و بازرگانه واقعا چرا؟ غذا تو بخور فردا وای وای شیر تو بخور چرا سرویس چرا؟ دماغو ببین حرام خوشمزه این چه سمی بود عکس بدون فیلتر بذار من گذاشتم باز بسم الله الرحمن الرحیم چیه میذارین؟ شریعتشون من جنم خدا وکیلی جن است و خوشگل که همش از فیلتر استفاده میکنم این عقص این کاری کرد چک چرا بر من پاس کنید دارم یه از شوخی ها دندونا رو که اینجوری نکرد دندوناش برای خودشون حداقل یه بهتر می‌آوردی منو می‌خوام ولی میرم خوبه که جاش چشه مگه؟ کجاش خوبه؟ این چه فرد لباس پوشیدن؟ چرا اینجوری شدی؟ واقعا داری عصبی می‌کنی؟ باور نمی‌کنم اینجا آدمی باشی. چه جور آدمی؟ این نفهمیدی یه نزدی می‌خوای بفهمی. چی میگی؟ فقط یکم واقعی باش به رابطمون همین. متنفر از این واقعی بینی که بوی خیانت میده. قرار بود عشق از من و تو آدمای بهتر بسازی. نمیشه چگی کنی I put my arm I show a strong I am I put my arm and I show you that I am I'm unstoppable خوب میخونم I'm a Porsche with no brakes I'm invincible I win every single game مرسی تمام شد واقعا عالی بود برای که دوبار شما خندیدی یه دونش واقعا ولی هرچی الان دارم بهش فکر میکنم یارو چرا واقعا خب من تو 3 تا رنگ مختلف برای شما بادکنک تهیه کردم یعنی دارم تا صبح بادکنک دارم واقعا از این کار مثل سگ میترسم همون زاویه که هستی واقعا کار ترسناکیه این کار ولی واقعا ترسناکه نه جدی باید این کار انجام بریم بدم خودش خنده داره دیگه 2 دقیقه قرار پشمام بریزه همه اینا میریزه ها لطفا پشما من با اینکه گوشامو گرفته بودم ترسیدم خب بریم سبز و بسه دارو قلبم چقدر سری داره واقعا قلبش چه بابا خب مثل سگ میترزم خیلی به استرس کاری داری که میدونی قرار رو بگاه بریم چرا تو صورت من باز میکنی؟ برای سراغ بادکنک آخر بادکنک قرمزمون بله زیاد بگم واقعا میترسم تو سومی تو هم دادم قلبم لطفا میشه لطفا رو به دوربین باز کنید دیگه سمت من نباشه نفس دیگه ندارم نمروخ شد اونوری بیا عقب حجمشو نگاه چرا نمیتره که خیلی باچه یکی دیگه فوت کن هالیوود دستر هالیوود حرام
ریخ واقعا برام واقعا فوبیا داره. ببین یعنی تو هر لحظه منتظر انگار تیر بخوری. چه کامنت واسم بزنین بگین شما میترسین یا نه. مهران مرسی از جنبه بالات و اینکه انجام دادی چالشو و خیلی فوبیا داره بادکنک تو صورت. ولی یه دونه بگیرید امتحان کنید، خیلی حس عجیبی، میدونی انگار آدرنالین بالایی داره. خیلی خفنه که آدم بتونه هر روز واسه خودش اتفاقای جدیدی رخ بده و خودش رو به چالش بکشه و از یک نواخ بودن روزمرگیت خارج بشی، حتی شده یه بادکنک بهتر کنی. خیلی مخلصم، مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردید. مهران بازم ازت تشکر میکنم. دمتون گرم. منتظر ویدیوهای خفن ما باشین. آره دیگه. خداحافظ.